ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгон оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 39-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ ализода Абдурашид Хуҷамқул. усто Алӣ ҳайрон шуда монду зуд ҷавоб надод. чӣ хел мешавад ки вай аз номи ҳукумат, аз номи аскарҳои сурх барои таклифи сулҳ ба назди баттолтарин одам, ба назди Асад Махсуми хунхор мерафтааст. сухани як устои оҳангар ро вай гӯш мекунад. бисёр кунад бо як тири ҷонгудоз ҷавоб медиҳаду халос. вай аз мурдану аз тири ҷонгудоз чандон наметарсад. лекин бедарак ва бефоида мурда рафтан чӣ лозим? агар бо марги вай сулҳ мешуда бошад, майлаш. агар хайр гӯед, ҳозир ба хонаи имоми қишлоқ меравем, гуфт Карим гапро хунук накарда. аввал шумо, баъд ман он касро ба ин кор, яъне ба ваколат ташвиқ мекунам. ана баъд пагоҳ се каса байрақи сафед бардошта боло мебароем. ману Домулло имому шумо, пурсид усто. ҳа, ҳамин се кас кифоя. боз оҳангар хомӯш монд. вай акнун фаҳмид ки Карим қуввату зӯрии худро нишон додан намехоҳад. қарор додааст ки ин масъалаи сулҳро одамони бетараф, одамони ба ҳама маълум ва худотарс иҷро кунанд. се каса, гуфт хаёл карда истода усто ва ниҳоят аз ҷо бархост. майлаш, ба хонаи Домулло имом равем, машварат кунем, каниён кас чӣ мегӯянд. охир имоми мо одами пок, одами донишманд ва дилсофанд. некӣ ва хайрияти мардумро мехоҳанд. бояд он кас ягон гапи пухта гӯянд. ҳар чизе ки он кас гӯянд, мо ёр. این گپتان درستو، گفت بردی، لیکن شما باید از جانب ما شده گپ را سر کنید و حضرت امام را برفتن تشویق کنید. مگر تشویق من قطعی حضرت یگان کار می کنند؟ آن کس علامه خودشان می دانند. علامه باشند باز بهتر، معنی گپ ما را زود می فهمند. خیر، رویم کنی؟ دامالله امام در پیش دروازه خود همراه استا علی آهنگر 2 نفر کماندیری اسکران سرخ را دیده اول یک درجه ترسید و واهمه افتاد. دست و پاهایش لرزیدند و هزار فکر و اندیشه در یک آن از خاطرش گذشت که آیا وی چی گناه داشته باشد؟ برای چی این اسکرها به خانه او آمده باشند؟ نخواد که حبس می کنند. استا علی در این میان چی کار می کند؟ از شما خیلی عذر می خواهیم که، گفت کریم، در این بی وقتی بی سرانجام کردیم و بی تکلف آمده درتان را تق تق زدیم. مرحمت مرحمت، گفت امام قدری به حال آمده. خدمت، ما با شما یک مشورت داشتیم. بله، یک مشورت کردنی هستیم جناب حضرت، گفت استا. برادر کماندیر و انا این برادری خودمان بردیبای به شما اخلاص و حرمت داشتند. من گفتم که گرچه در بی وقتی نقض نمی شود،
لیکن جناب دام الله حضرت از دانستن اخلاص و حرمت شما خرسند می شوند و بنابراین اینها را پیش انداخته آوردم. نقص کردید، بسیار نقص کردید، گفت دام الله و مهمانها را به حولی دعوت کرد. دام الله امام در حقیقت آدمی به معنی برآمد و سخنان آمدگان را خوب گوش کرده ایستاد و پس از ملاحظه گفت: به صلح و امنیت مملکت و خلق خدا خدمت کردن وظیفه هر مؤمن است. بسیار درست فکر کردید که به پیش اسد مقسوم وکیلان حربی را نفرستاده استا علی و کمینه را انتخاب کردید. ما اولش این که آدمانی بی‌طرف هستیم، یعنی که با مقسوم در حالت جنگ نیستیم. ثانیاً این که استا علی چون آدمی با تجربه و روز دیده از نام مردم، از نام خلایق و بطال را به صلح دعوت می کند. کمینه باشم با راه دین و دیانت و شرع شریف دلش را نرم و به صلح تشویق می کنم. سلامت باشید تقصیر، گفت کریم. مقصدی ما را درست فهمیدید. نباشد ما رویم، پگاه نصیب باشد پس از نهاری ره سپار می شویم. بسیار خوب، گفت امام. من امشب بعضی کتاب ها را دیده از آیت و حدیث ها مثال ها می یابم. بسیار خوب می شود. نباشد آمین گویید. امام تکلیف چای و دسترخوان کرد. مهمان ها تشکر کرده از جا برخاستند. اما پگاهی بر وقت امکان نشده ماند که وکیلان با بیرقی سفید به سری کوه روند. پس از طلوع آفتاب و روشن شدن عالم در فضای لاجوردی ایروپلان پیدا شد. همه به کوچه و میدانها برآمدن نگاه می کردند که ایروپلان چیکار می کند. کریم فکر می کرد که ایروپلان بمب پرتافته عسکرهای اسد را ترسانده ماند باز هم بهتر می شد. و الکی در این باره چی گفتنش را هم به دل تکرار کرده ماند. لیکن ایروپلان بمب نپرتافت، برعکس با بالهایش چی اشاره ها کرده به سری کوه دسته دسته کاغذهای سفید و کبود و سرخ بارید و بعد از همان کاغذها به بالای قشلاق پایان هم پرتافت. تاب خورد و رفت. بچه ها و عسکرها تاخته از آن کاغذها یک چند نسخه را به کریم آورده دادند. در آن کاغذها به زبان تاجیکی و ازبیکی مراجعت به عسکرهای فریب خورده اسد مقسوم نوشته شده بود. گفته می شد که هرچند آنها سزاوار هر گونه جزایند، لیکن اگر تسلیم شوند حاکمیت شورایی از گناهشان می گذرد و امکانیت حیات آسوده حالانه را فراهم می آورد. بعد از رفتن ایروپلان از طرف شهر بایسون یک دسته سواران آمده رسیدند که آن را رئیس چیکا امینوف سرداری می کرد. کریم او را با خوشنودی و با عزت و احترام پیشواز گرفت. امینوف با همه کماندیران با خردی نموده از سلامتیشان پرسید. پس در شتاب دسته کریم با کماندیران صحبت خاصی امینوف برپا شد. بعد از آن که امینوف از نقشه دلیرانه کریم واقف گشت به وی آفرین گفت. لیکن علاوه نمود وی دانستمان که اسد مکار فریبگر و به خون تشنه است و هیچ باور نمی کند که اگر تسلیم شود به او امان می دهند. بنابراین چی باید کرد؟ اولا شما می بایست از بین خود عسکران اسد به خودتان تکیهگاه تیار می کردید. این کار را کردیم رفیق رئیس، گفت کریم. در بین پیشقراولان اسد قریب 10 نفر طرفداران ما هستند. خود آنها از اسد پنهانی با پیشقراولان ما معامله کرده از حیاتشان ناراضگی بیان کرده اند و خواستند که به طرف ما گذرند.
لیکن ما آنها را از جهت مادی تأمین نموده التماس کردیم که باز اندک فرصتی دیگر چون تکیهگاه ما خدمت کنند. آنها راضی شدند. حالا با یاری آنها مقداری طرفداران ما بسیارتر شدگی. این طور باشد بسیار نقص، گفت امینوف. شما تکیهگاه دارید، لیکن این باز کم است. من حاضر به شما کاغذی را با امضا و مهر راهبران حکومت بخارا می دهم که به اسد مخصوم نشان می دهید. موافق آن کاغذ اگر وی بی گفتگو تسلیم شود امانی می گیرد، کار می گیرد، حوری و جای می گیرد. این دو. کاری سیومی شما همین که حاضر از نزد پیش قراولان اسد گذشته ایستاده می فهمانید که به بالا برآمدن پیش قراولان ما مانع نشود. این کاری مشکل رفیق امینوف، گفت کریم، چون که خدا می داند امروز چند کس از طرفداران ما پیش قراولی می کنند و یا که آنها عموما هستند یا نی. آها، گفت و کمی به اندیشه فرو رفت رئیس چکه و بعد با تبسم بروی حاضران نگاه کرده به سخنش دوام داد. این گپت هم درست. به هر حال دانسته باش که در بالا بعضی آدمان ما هستند و از پسی شما رفته ما هم کاری میکنیم. میبخشید، گفت کریم، من مقصدی شما را نفهمیده ایستادم. هیچ باکی نی، گفت امینوف. تو با موی سفیدها بیرقی سفید گرفته رو، بعد میفهمی. من تا به آخری کاری شما در اینجا می شود. تشکر به غمخواریتان، گفت کریم و با همه دوستان و همصفانش خیر و خوش کرده از خانه بیرون برآمد. در بیرون استا علی و امام قشلاق به وی معطل می ایستادند. در آن دم در بالا در خانه سنگین عایشه و مادرش تنها بودند و از واقعه دیشبه بین خود صحبت می کردند. عایشه افسوس و ندامت می خورد که دیروز بیگاهی خود اسد مخصوم به دست آدمان کریم نافتاد. و گرگی باران دیده آدمانش را پیش انداخته خودش در بلندی مانده است. پایان بودگان هم بی‌طاقتی کردند. تا فرامدنی همه دست صبر نکرده تیرپرانی کردند. افسوس، صد افسوس. اکنون این لعنتی به این زودی ها پایان فرامدن را آرزو نمی کند. می ترسم، گفت بی بی رجب، این گرگی پاسوخته به علم و عذاب طاقت نکرده یگان فتنه و کارنامه دیگر را یافته نبرارد. دیگر چیکار کرده می تواند؟ گفت بی پروایانه عایشه. از این بالای کوه خودش را بجری می پرتاید. یگانه راه را آدمان کریم حلقه‌وار پیچانیده گرفتند. زیاد کند باز به پایان هجوم می کند. نه، گفت کمپیری روز دیده، و می تواند با همان راهی که خوراکی می کشانید به پایان فرامده رود. بله، می توانست، گفت تبسم کرده عایشه، لیکن حاضر نمی تواند. عسکرهای کریم آخرین بار چیز کشاندنی او را دیدند و آدمان پایانی او پشت و پناهی او را داشتند و در پایان پاسبان گذاشتند. اکنون همه راه ها بروی او بسته است. کریم جانی من نصیب باشد غریب می شود. اسد مخصوم را زیر و زبر می کند. لیکن به آن روز و به آن دقیقه رسیدنی من و شما میسر می شود یا نه خدا می داند.
برای چی میسر نمی شده است؟ البته می شود. کاشکی گفتماند عایشه. رنگی ارغوانی رویش زهیر، از کم خوردن و از غم و غصه گوشتی بدنش آب شده لاغر گشته مانده بود. چشمانی یک وقتها شوخ، بیباک و پر از برق و امیدی وی حالا مایوسانه می نگریستند. مایوس بودند آن چشمها، ولی گاهی آتشک‌های عجایب، آتشک‌های غضب و انتقام در آنها نمایان می گشت. همین آتش در قلب او نیز حرارت و قوت بخشیده بود. هرچند وی به وصل کریم، به عشق و محبت او نائل شدن را آرزوی غیر امکان می دانست، ولی برای کریم، برای غلبه او، برای دیدن انتقام گرفتن او زنده ماندن را به خود عهد کرده بود. ولی وی خودش را تحقیر گشته، آلوده و ناچیز می دانست. کریم را باشد به درجه اولویت بالا برداشته بود. چطور می شود که یک زنی آلوده و تحقیر گشته، یک زنی از نادانی به فریب و نیرنگی حق باز گرفتار گشته، به وصل و عشق و محبت کریم جان، به وصل و محبت قهرمان دوران، پاکترین انسان می رسیده است؟ نه، این هرگز نمی شود. این حال در این عالم، در روی این دنیای پرجفا غیر امکان است. از بس که سختی و مشقت کشیده، از بس که گریسته، نالیده و تپیده است، بهار را ندیده خزان، حلاوت زندگی را نچشیده، پژمرده گشته است. بنابراین در طبیعت او یک نوع سختی، بیباکی، نه به خودش و نه به دیگران رحم نکردن، غضب و کینه‌جویی پیدا شده است. در عرفیت می گوید که با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی. شاید صحبت و همخانگی با اسد مخصوم به عایشه همین قدر بخشایش کرده بود که او هم دغل و ناترس شود. به مقصد نارسیده، به محرومیت ها طاقت کردن و دست و دل را از بهترین امید و آرزوها شستن او را از جان سیر کرده بود. برای همین نه از مخصوم می ترسید، نه از تهدید وی. همه این تغییرات روحی او را اسد مخصوم می دانست و گاها حتی این حالت عایشه به وی معقول می شد. به نزد او می در آمد و گربه با موش بازی می کردگی بر این بازی می کرد و از قهر و غضب عایشه لذت می گرفت. بله، برای اسد مخصوم دیگر تسلی روحی باقی نمانده بود. در دل وی نه عشق بود نه هوس. آن جان، می گفت عایشه گاها در دقیقه های یأس و ناامیدی، نخواد که کس در آن دنیا هم با شوهری اولینش سر از خاک می بردارد. نخواد که حتی در آن دنیا هم از این ظالمی بی مروت خلاصی نیست. این طور نگوی بریکم، می گفت بیبی رجب. شوهری اولین تو کریم است. خدا وصلتان را در این دنیا میسر نکرده باشد هم
در قال و بلا به همدیگر سپردگی. این ظالم باشد پیش از تو چندین زن داشته است. خیریت که به من می گفت عایشه این ظالم نمی دانم برای چی تپانچه پراندن را آموخته ماند. آنا جان، تپانچه به کس در هر مورد در کار می شود. افسوس که یگان تپانچه زیادتی نیست که گرفته جاگه کرده مانم یا که در بغلم جا کرده گردم. به تو تپانچه چی در کار بچیم؟ شیطان را حیزن استغفر الله گوی بچیم. تپانچه بازی کاری مرد هاست. اگر لازم شود زنها هم تپانچه و ملتق پرانده می توانند. نگوی که من نشنوم. نصیب باشد بی تپانچه و بی ملتق از دست این ظالم خلاص می شویم. کریم جان قهرمان خودش آمده ما را نجات می دهد. وی خاموش شده بود، ولی در دلش می گفت که دیگر بس است. آسوده و خاموش به تقدیر تن داده نشستن کفایه. همان روزی آفتابی هم که کریم با 2 موسفید به طرف بالا روان بود، عایشه به خدا شکر می کرد که خیریت تپانچه پرانی را آموخته است. امروز هوا چطور نقص خیالهای دخترش را پریشان کرد. بی رجب از کی باز آفتاب را ندیده ایم؟ بیا کمتر بروی حوری برآمده نفس کشیم. این گپتان هم درست گفت عایشه خمیازه کشیده و علاوه نمود. این شوم شکل در کجا باشد؟ به دیدنی گرد و اطراف رفته بود گفت مادر. حالا نمی آمدگی است. لیکن در کشاده شد و وجودی نحسی مخصوم در درون خانه ظاهر گشت. عایشه و بی رجب هر دو خاموش بروی همدیگر نگاه کرده ماندند. حالت آنها بر اعلاینه می گفت که از کجا پیدا شد این خری لعین. سلام مادر، گفت مخصوم با ادبانه به کمپیر. کمتر بیرون برآمده در آفتاب رویه کوهستان را تماشا کنید. این کوه و این منظره ها هم غنیمت. در قریبی نصیب باشد به شهر می رویم. کمپیر اول گپی نزد و خاموش ماند، لیکن مخصوم باز به وی تکلیف کرد که بیرون رود. بی رجب به دخترش نگاه کرد. من از شما بیرون برآمده کمتر هوا خورید، گفت عایشه، لیکن سربندتان را درستتر بندید، هوا خنک. خیر بچیم، من از همین قریبی دور نمی روم، گفت کمپیر و سربندی شالش را به سر و گردن پیچانیده بیرون برآمد. اسد مخصوم از درون در را بسته زنجیر کرد. وی پس از شکستی دیشبه تمام مایوس شده بود. باز به او خبر رسانیدند که زاکربای به دست عسکران سرخ افتاده است و در پایان در سر تا سری دیواره کوه که از آنجا خوراک می کشانیدند پاسبانهای عسکران سرخ استادند. آن یگانه راهی نجات که مخصوم برای دقیقه آخرین مانده بود نیز از دست رفت. پس بعد از این یا باید تسلیم شود یا از گرسنگی مرد یا با دست عسکران خودش کشته شود. از همین دیگر علاجی نیست. زمین سخت، آسمان بلند. به بالاکاری باز امروز ایروپلان آمده کاغذ بسیاری پرتافته رفت. عسکرها الکی از مضمون آن آگاه شدند. حکومت به آنها بخشش
و آزادی وعده کرده است. اکنون دیگر آنها را بازداشته نمی شود. آنها امروز نه پگاه شورش می کنند، خود او را دست و بازو بسته برده تسلیم می کنند. پس چی علاج؟ چی باید کرد؟ اما وی به هیچ وجه تسلیم نمی شود. از گرسنگی مردن هم نمی خواهد. به دستی آدمان خودش اسیر افتادن و یا نابود شدن هم بی آبرویی است. بهتر که مردانه مرد، صادقترین آدمان خود را گرفته پیش خودش به هجوم می رود یا کشته می شود یا خلاص شده می گذرد. از همین دیگر علاج نیست. بله، این یگانه راه نجات است. این راه نجات تلقین می کند که وی از بحر همه و هر چیز گذرد. از بحر لشکر، از بحر زن، پول و دولت، از بحر حیات و جان شیرین گذرد. اما چخیل می شود که وی مرد یا که نوع کرده خودش با چند نفر گذشته رود و زنش و خانه و جایش به دست کریم افتد. کریم بجای او با زنش عیش کند. نه، این ممکن نه. وی به این راه نمی دهد. وی با دست خودش عایشه را کشته به آن دنیا می فرستاند. بعد اگر راست آید به کریم هم درک عایشه را داده از پسش ازاد می کند. حالا وی با همین مقصد به خانه در آمده بود. به خانه در آمد و آوازی مهین و لرزانی عایشه را شنید. چشمش به چشمانی مأیوس و غمگینی او افتاد و از خانه مطیعانه برآمده رفتنی مادری کمپیری او را دید و ناخواست به دلش یک حرارت، یک گرمی از کی باز غیب گشته پیدا شد. وی در یک دقیقه روزهای اولی واخوردن با عایشه، شیفته و شیدا شدن به حسن و جمال وی، قرار و طاقت خود را گم کرده دیوانه شدنش را به یادش آورد. این گرمی که حالا وی در دلش حس کرد شمال از یاد همان دوره هاست. بله، این زنی پژمرده و پریشان حال همان عایشه برناست که یک وقتها به مخصوم عشق و محبت، صمیمیت و حتی شعریت بیدار کرده بود و او همین اسد مخصومی بطال و بیباک، همین اسد مخصومی جنگاور و سرکش، مطیع و فرمانبرداری آن نازنین، مطیع و فرمانبرداری انا همین زنک شده بود. چه روزهای نیک، چه ایامی خوشبختی بود آن روزها. این مرغکی پرکنده از دنیا بی خبر بود. همه عالم را در التفات و محبت مخصوم می دید. به او باور می کرد و مثل لختک شیرینی سخنگو باعث خرسندی و خوشبختی او بود. اکنون دمی رسیده است که همان مخصوم عاشق و فداکار، همان مخصوم دلباخته، همان نازنین خود را با دستان خود باید بکشد. شنوندگان عزیز، شما گفتار 39 رو از روی романи تختی واژگونی نویسنده خلقی تاجیکستان جلول اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجامقول شنیدید. کارگردان شیرالی نغزلی، صدابردار کریم طالبов. پایان گفتار از سلسله خوانش بدیعی. شاد باشید.